سلام احترامات بر تمام دوستان. دیگه امروز خواستم براتون یک ویدیو جور کنم در رابطه با بیمه بیکاری یا unemployment insurance. دیگه این ویدیو برای کسایی است که گناه خودشان نبوده و از کار اخراج شده، مثلا یا سیزنال بودن یا ای که آتش سوزی شده یا ای که گناه خود ما و شما نبوده که مثلا از کار اخراج شده. دیگه این بیمه که است برای 13 هفته، فکر کو 50 تا 40% از ماشتان میده. فقط اونا از شما میخواه که برای هر هفته 4 جای باید شما اپلای کنین و 4 جایی که اپلای کردین هم رو نوت کنین و همچنان هفته گزارش بدین تا ای که همین ماش هفته همین پول به حسابتان بیاد. دیگه اگر علاقمند بودین دیگه باز برای من در کامنت بگوین و براتون این ویدیو آموزشی شروع میکنم. خب دوستا، این وبسایت است که براتون گفته بودم. دیگه لینکش براتون در پایین ویدیو میمونم. دیگه در قسمت پایین فایلینگ کلیم learn more کلیک میکنین. باز در قسمت کلیمز گزینه دوم فایل نیو او ریوپن کلیم کلیک میکنین و همچنان یادتان باشه که شما باید یک اکانت DWS هم داشته باشین. در قسمت کانتینیو رو میزنین. من یک اکانت DWS دارم. دیگه این رو باز میکنین، کانتینیو رو میزنین. بعد از این براتون یک کد میره در ایمیلتان. بعد از قسمت کد میزنین. خب در این قسمت براتون میگه چند سال پرسان میکنه که میگه از سال 2024 اکتبر اول شما کار کردین. میگیم بله. گزینه دوم سوم چهارم نیست. دیگه این قسمت سوشال سکیوریتی تان هستون میخواه. این قسمت سوشال تانو بزنین. اشتباه کردم. باز اشتباه کردم. اینا نه، اینجا بزنین سوشال تانو. باز قسمت فرست نیمیتونو میزنین. میدل نیم ما نداریم اینجا. باز این تاریخ تولدتانو میزنین. باز اینجا زیپ کودی که زندگی میکنین. بعد از این قسمت شما اگر ربات نیستین کلیک میکنین. بس هم پرسان میکن سوشال تان صحیح است. یس کلیک میکنین. بعد از این شما میگه که شما آلریدی قسمی که ما از این اپلای کردیم ما فعلا بنفیت دریافت میکنم. برای من میگه که من فعلا این بنفیت دریافت میکنم. بعد از این ما اوکی رو میزنم. از ما آدرس اینا میگه آیا می تو هستی. یک پن استان میخواه. یک پن 4 رقمی استان میخواه. وقتی که اکانت جور میکنین یک پن که جور کردین. بعد از این کانتینیو رو میزنین. شما رو در این صفحه میده. خب در این صفحه که آوردتان این قسمی که میبینین من مثلا الیجیبل هستم. هیچ کدام مشکل نداره در پیمنتم. هفته $392 مثلا برای من میایه و لاست دپوزیتم تاریخ 17 است. مثلا اینجا براتون میگه که در قسمت امای الیجیبل میزنین. براتون میگه که شما به مدت چند هفته باش. اینجا فکر کنم گفته که مدت 13 هفته نمی قسمت 13 هفته یا 12 هفته براتون همی بنفیت میده. دیگه اگر خواستین براتون یک ویدیو آموزشی جور میکنم. بخیر باشین. خداحافظ.